کمدین نسبتاً ناموفق، دیکتاتور، مقصر جنگ با روسیه و عامل متلاشی شدن اوکراین. اینها بخشی از موضع‌گیری‌های بی‌سابقه رئیس جمهور آمریکاست بر ضد رئیس جمهور اوکراین که تا همین یک ماه پیش متحدی راهبردی برای آمریکا محسوب می‌شد. و به اعتراف ترامپ، آمریکا 350 میلیارد دلار هم برای او و اوکراین هزینه کرده است. پایگاه خبری رادیو ملی آمریکا NPR این رویکرد جدید را به معنای معکوس کردن سیاست آمریکا در قبال اوکراین توسط ترامپ می‌داند که اوکراینی‌ها و اروپا آن را خیانت می‌دانند. من هرگز تصمیمی را که بین آمریکا و روسیه درباره اوکراین گرفته شود نخواهم پذیرفت. هرگز. مردم اوکراین چنین توافق صلحی را نمیپذیرند. ما باید در این مذاکرات حضور داشته باشیم. اونها از نداشتن صندلی در مذاکرات ناراحتند. خب 3 سال برای مذاکره صندلی داشتید. می‌خواستید حل کنید. ریچارد شیرف، ژنرال بازنشسته انگلیسی، با انتقاد از غیرقابل اعتماد بودن آمریکا حتی برای متحدانش، رویکرد جدید آمریکا را در قبال اوکراین به معنای سوق دادن اروپا به جنگ با روسیه می‌داند. من فکر می‌کنم که اتفاقات هفته گذشته درباره اوکراین و تغییر 180 درجه‌ای رویکرد آمریکا در قبال اوکراین و اروپا احتمال جنگ اروپا را با روسیه افزایش داده است. از نظر من این جنگ بین 3 تا 5 سال آینده اتفاق خواهد افتاد. در این حال وزیر دفاع آمریکا مدعی است تغییر رویکرد آمریکا در قبال اوکراین به معنای خیانت آمریکا به یک متحد نیست. هیچ خیانتی در کار نیست. این تغییر رویکرد تلاش و سرمایه‌گذاری آمریکا برای صلح است. قرار روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای در حمایت از تمامیت ارضی اوکراین و با درخواست خروج فوری نیروهای روسیه از خاک این کشور مطرح بشه. مشابه همه قطعنامه‌هایی که در 3 سال اخیر همیشه آمریکا پای ثابت اونها بوده. اما این بار اونطور که رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع دیپلماتیک این کشور نقل می‌کنند، آمریکا قصد نداره از این قطعنامه حمایت کنه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.